تحولات رسانه‌های خبری از خاورمیانه گزارش کردند نیروی هوایی آمریکا روز سه‌شنبه چند فروند بمب‌افکن سنگین خود را به حریم هوایی دریای مدیترانه اعزام کرد. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که نیروی هوایی آمریکا 6 فروند بمب‌افکن B-52 را به نزدیک حریم هوایی مصر اعزام کرد. این 6 هواپیما توسط هواپیماهای سوخترسان پشتیبانی شدند و از پایگاه نیروی هوایی آمریکا در میلدنهال در انگلیس به جنوب و شرق دریای مدیترانه پرواز کردند و پس از سوختگیری هوایی به پایگاه خود بازگشتند. B-52 توانایی حمل 70,547 پوند مهمات را دارد و می‌تواند عملیات بمباران را از ارتفاعات بالا انجام دهد. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی کالکالیست در گزارشی درباره نیروی پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد که ایران یکی از بزرگترین نیروهای پدافندی دنیا و دارای ده‌ها سامانه موشکی و راداری قوی است. در این گزارش آمده است پدافند هوایی ایران تنوع و قدرت زیادی دارد. این نیرو تجهیزات متنوعی در اختیار دارد و مهاجمان برای حمله به ایران با چالش‌های بسیار زیادی روبرو خواهند شد. وزارت جنگ اسرائیل نیز اعلام کرده که محموله بمب‌های سنگین ساخت آمریکا را دریافت کرده است. در بیانیه وزارت جنگ اسرائیل آمده است محموله‌ای از بمب‌های سنگین هوایی یک شبه در اسرائیل دریافت و تخلیه شد. وزیر جنگ اسرائیل کاتس گفت محموله مهمات وارد شده به اسرائیل که توسط دولت ترامپ منتشر شد دارایی قابل توجهی برای نیروی هوایی و ارتش است. در اوایل ماه جاری دولت ترامپ فروش بیش از 7.4 میلیارد دلار بمب، موشک و تجهیزات مرتبط به اسرائیل را تأیید کرد. وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی به 48271 نفر افزایش یافته و تعداد مجروحان نیز به 111693 نفر رسیده است.